بسم الله الرحمن الرحیم. امروز میخوام راجع به بورسیه دولتی روسیه معلومات براتون شریک بسازم. این بورسیه که از دولتی می باشه، فقط تیکت تیاره به دوش محصل می باشه. این بورسیه که در سه کاتگوری تقسیم شده: لیسانس، ماستر و دکترا. کسایی که میخوان لیسانس ثبت نام کنن، نمرات 3 سالهشون باید داشته باشه، شناسنامه باید داشته باشه و پاسپورت داشته باشه. بدون پاسپورت نمیشه. و کسایی که میخواه برای ماستر ثبت نام کنه، باید یک انگیزنامه نوشته کنه و نمراتشون باید از 70 باید بالا باشه. فرق نمیکنه، هر چقدر که بالا باشه چانسشون زیاد میباشه. و کسایی که میخواه لیسانس ثبت نام کنه، کنکور امتحان البته داده باشه، نمرات کنکورشون هر چقدر که بلند باشه براشون خیلی خوب تمام میشه، چون چانس کامیابی شدنشون بلند میشه. اگر باز کدام مشکل داشتین با واتساپ ما پیام بگذارید تا براتون برنامه کامل کنیم و ثبت نام هم براتون اجرا کنیم. تشکر. زنده باشید. چنل ما را سابسکرایب کنید.